کامیابی امتحان کنکور سال 1405 را به تمام وطندارای خود و همچنان به فامیلایشان و دوستایشان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. اللهم تعالی بکند که اینها به هدف اصلی که اینها داشتن رسیده باشند و اونایی که به هدف خود نرسیدن یا نمره کم آوردن یا در انتخاب خود اشتباه شدن، از الله متعال خواهان اینم که در سال آینده انشالله اینها به هدف خود برسند. و مطلب از این ویدیو این بوده که دیروز یکی از دوستای ما در 330 نمره در بخش سافت‌ویر کامیاب شده بود. اصلی هدف از تب بوده، البته که یکی از انتخابشون بخش سافت‌ویر هم بود و ما از پرسیدم که از شما خو اصلی هدفتون تب بود و در بخش سافت‌ویر که کامیاب شدن آیا خوشحال هستین، به هدفتون رسیدین یا خیر؟ برای من بسیار یک جمله زیبا و بسیار یک گپ خوب گفت. برای من گفت که از تب کرده برای من بخش سافت‌ویر خوب شد. من گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه امروز که ما می‌بینیم وطن ما انجینیرهای بخش سافت‌ویر البته بگویم کم داره، یعنی جای بخش سافت‌ویر که از خالی است از جای ازی که طب. ما الحمدلله امروز اطباء و دکترها در وطن خود بسیار زیاد داریم و خواهانی هم ان شاء الله آرزو و هدف ما این است که دکترها و اطباء بسیار خوب در وطن ما اینها پیشرفت بکنن و اینها علم بیاموزن و اینها ترقی بکنن و تخصص بگیرن. ولی سخن ما اصلی هدف ما این است که به برادرای ما با وطندارا که اینها همون بخش را انتخاب بکنن، کدام بخش را که ما اونجا جای خالی داریم، یعنی جاهای خالی را پر بکنن که به وطن هم خدمت بکنن. اکثر کسا هست متاسفانه به خاطر پول یا به خاطر معاش خوب یک بخش را چی میکنن؟ انتخاب میکنن و از این خواهان هستن که ان شاء الله تمام وطندارای ما کوششی را بکنن که هم به وطن خدمت شود و هم علاقه اینا باشن. السلام علیکم.